يوم تجث كل أمة في دياجر الملم. هرگاه ما را تشریح میکنیم یک تعداد در فکر ایتون میفکر مولا تمام روز میخواد امی قبر است و امی قبر است، امی عذاب است و امی عذاب است، امی جنت است و امی دوزخ است. والله این قسم است که تا هنوز قبر توضیح نشده، تا هنوز زنده شدن بعد از مرگ توضیح نشده، تا هنوز مسائلی که ما در ورای خود داریم توضیح نشده. هرگاه توضیح میشد این رشخندی که ما امروز میکنیم نمیکردیم. به هر انسانی که حشر میشه ایت یک بیرقی داره و در اون نوشته میباشد که هذا غدرة فلان ابن فلان، این خیانت، این بیرق خیانت فلانه پسر فلانه است، او بیرق در پشتت است، او رفت میزنه، او را پت کرده هم نمیتونی، کدام از چوب هم نیست کوسو بندازیش. الله جل جلاله این انسان را حشر میکنه. کسی که به او ایمان داشته باشه با دستش به حرام میرود، با دستش به جنایت میرود، با مجردی که انسان چشمش پت میشود، بعد از کل القاب مادی فرو میریزد، کل سیستم مادی فرو میرزد. در اوجا باز بر ما نمیه که آقای مولوی صاحب، جناب فلانه و وزیر صاحب، پوهان صاحب، دکتر صاحب بکشن، باز نامت هم کسی نمیگیرد. جنازه تیار شده یا نشد؟ آوازه مرگ ما به گوش دیگر هم خواهد رفت. این ایمان داشته باشید. پس وقتی که ما هم میمونیم از این دنیا میریم، چی پیش روی خود داریم؟ آنچه که ما به الله پیش میکنیم او چی است؟ او چیزی که رحمت خدا را ما میخوایم او چی است؟ کدام حکم خدا را به اخلاص عمل کردیم؟ کدام حکم خدا را به اخلاص عمل کردیم و از کدام من خدا واقعا به اخلاص نشدیم؟ یک بار از خود پرسان بکنیم.